Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis Sahar, votre professeur de français. Et aujourd'hui, on va apprendre la salutation et le titre de civilité. سلام به همگی، سحر هستم. با درس دیگه ای از درس‌های زبان فرانسه با مجموعه بامبو لنگویجز در خدمتون هستیم. امروز می‌خوایم سلام و احوالپرسی و خداحافظی و عناوینی که افراد رو باهاش خطاب قرار میدیم رو با هم یاد بگیریم. Alors, abonnez-vous ici et cliquez sur l'icône de clochette pour nos dernières vidéos. On y va! همونطور که در ابتدای درس گفتم میخوایم انواع سلام کردن، روش‌های مختلف سلام کردن در حالت‌های رسمی و غیر رسمی رو با هم یاد بگیریم. در واقع سلام و احوال پرسی که به فرانسوی میشه la salutation. la salutation. خب توی چند تا درس اول من روی کلمه ها و تلفظاش هم براتون تاکید میکنم که اون دو درسی که در مورد حروف خوندیم براتون کاملا جا بیفته و بتونید قشنگ و روان بخونید. خب او یادتون هست صدای او میداد. salutation. این رو فکر کنم بچه ها نگفتم تو درس حروف، گذاشتم خودتون حدس بزنید. سیون T-I-O-N در زبان فرانسه صدای سیون میده. مثلا اگر یادتون باشه یه مارک قدیما داشتیم، الان هم شاید باشه، مارک ناسیونال، اون از فرانسوی اومده، ناسیونال یعنی ملی، و اینجا سالوتاسیون. پس ت ای او ان رو میخونیم سیون. و اینم باز تو پرانتز یادداشت کنید، اس ای منظورم همین حرفه ها، اس ای او ان رو میخونیم زیون، مثل تلویزیون. پس میبینید کلمه تلویزیون که ما تو فارسی استفاده میکنیم در واقع کاملا از زبان فرانسه رسیده به فارسی با همون تلفظ. خب این پس شد نکته آوایی یا چجوری بخونیم تلفظی. On commence avec bonjour. bonjour. خب گفتیم on سه وایل نزل، bon. حرف صدادار تو دماغی بود، وایل نزل بود دیگه، پس میخونیم بون، نه رو نمیشنویم. او se prononce او. jour. bonjour les amis, bonjour mon ami, bonjour les étudiants, bonjour به معنی سلام هست. On peut l'utilise dans les situations formelles et informelles. خب formel در واقع همون فرمال هست، یعنی رسمی. اینجاها اگر که به انگلیسی مسلط باشید یا بدونید کم انگلیسی میتونید مقایسه کنید. فرمال در انگلیسی فرمال هست به معنی رسمی، انفورمال غیر رسمی. ما میتونیم از بونژور هم برای دوستامون سلام کردن به دوستامون استفاده کنیم و هم جایی که خیلی رسمی وارد میشیم، مثلا میگیم بونژور مسیو، بونژور مدام. خب پس بونژور میشه سلام. بر اساس اینکه در چه زمانی از روز داریم سلام میکنیم میتونیم اصطلاحات دیگه هم به کار ببریم. Par exemple, on peut dire bon matin. en بازم وایل نزل هست. matin انش خونده نمیشه. bon matin یعنی صبح بخیر. matin یعنی صبح. bon après-midi. bon après-midi. خب او اکسان گراو داریم، با صدای ا میخونیم، اس آخر خونده نمیشد. و بون اپره میدی یعنی بعد از ظهر. بون اپره میدی بعد از ظهر بخیر. بون سوار او ای رو میخوندیم وا. بون سوار یعنی عصر بخیر، یا برای شب بخیری که سلام باشه هم گفته میشه. بون سوار برای خداحافظی هم به کار میره. خب ما همه اینا رو میتونیم هم در حالتهای رسمی هم در حالتهای غیر رسمی به کار ببریم. Mais on peut utiliser salut quand on dit salut à notre ami. salut. دقت کنید او باید با صدای او خونده شه، او نخونید. اگر که با صدای او بخونید مثل او فارسی معنی بدی داره و بی‌ادبانه است. خب اصلا به کار نبرید. salut les amis. خب پس salut غیر رسمی هست،
هم برای سلام به کار میره هم برای خداحافظی. یعنی ما موقع سلام میگیم سالو، موقع خداحافظی هم میتونیم بگیم سالو. و سومین، در واقع دومی اینفورمال. خب کوکو، باز او داریم که با صدای او خونده میشد، مثل او فارسی. کوکو کوکو. خب این شاید براتون یه ذره جالب و خنده‌دار باشه. on dit coucou aux enfants. به بچه ها میگیم کوکو. وقتی به بچه میخوایم سلام کنیم میتونیم بگیم کوکو. یا به دوستای خیلی نزدیکمون، لزمی پروش، به دوستای نزدیکمون فقط میگیم کوکو. مثلا یه رئیسمون و مدیرمون و نمیدونم استاد دانشگاهمون رو دیدیم داشتیم میگیم کوکو. به دوستای نزدیک، به بچه ها. et pour envoyer un message. وقتی که میخوایم تکست بفرستیم، مسیج بفرستیم به کسی، میتونیم به جای بونژور توی مسیج بگیم کوکو. خب پس این از حالتهای مختلف سلام کردن. یک بار میگم، بعد از من تکرار کنید. Bonjour, bon matin, bon après-midi, bon après-midi, bonsoir, bonsoir, salut, salut, coucou, coucou. خب در کنار سلام ما میتونیم عنوان افراد هم بگیم، اسم افراد هم بگیم دیگه. پس همینجا من تیتر دو سیویلیته رو براتون میگم. لتیتر دو سیویلیته یعنی عناوین اجتماعی. البته بیشتر از این سه تا هستن. اینا چیزایی که ما روزمره بیشتر ازشون استفاده میکنیم، مثل آقا، خانم. خب en français on dit monsieur, monsieur, monsieur. monsieur رو شنیدین دیگه. قدیمی هم خیلی استفاده میکردن. مادام موسیو زیاد میگفتن. موسیو نیست ها. موسیو، موسیو. میتونید بگید مثلا همسایتون رو صبح دیدید، از شما بزرگتره، باشم خیلی صمیمی نیستید، رسمی میخواید سلام کنید، بگید بونژور موسیو. میتونید اسمش هم بگید بونژور موسیو مارتین، بونژور موسیو لوگران. خب موسیو پس یعنی آقا. به آقایون موسیو گفته میشه و مخففش ام هست. ام ماژوسکول، ام بزرگ هست و این نقطه میذاریم بعدش. پس اگر مخفف خواستید بنویسید اسم کسیو، مثلا موسیو لوگران، امو میذارید، ام ماژوسکول یعنی بزرگ، نقطه هم داره که نشون بده مخفف شده و فامیلی اون شخص رو مینویسید. مدام، مدام pour les dames qui sont mariées، mariées برای خانم هایی که متأهل هستن، ازدواج کردن. مدام و مخففش ام او هست. اولین ام ماژوسکول هست، حرف بزرگ. ام او. مدام به معنی بانو یا همون خانم. مثلا استادتون خانم هست، میگید بونژور مدام، بونژور مدام والایی، بونژور مدام والایی. و سومی مادموازل. خب اول بریم سراغ تلفظش. این او رو اینجا نمیخونیم. ممکنه هم هست بعضیا آروم آروم تلفظ کنن بخونن مادموازل، ولی نخونیم هم اتفاقی نمیفته. مد موا او ای سو پرونونس وا. مادموازل. گفتیم اس اگر بین دو تا وایل قرار بگیره ز خونده میشه، پس میخونیمش مادموازل به معنی دوشیزه. برای دخترها، برای کسایی که ازدواج نکردن به کار میره، یا برای حالا دختر خانمایی که کوچیک‌تر از شما، خیلی کوچیک‌ترن دیگه، مادموازل میگیم. مثلا شما میرید بقالی خرید کنید، به اون شخص، به اون فروشنده اگر آقا باشه میگید بونژور مسیو و اون به شما میگه بونژور مادموازل یا بونژور مادام یا بونژور مسیو. خب این هم از تیتر دو سیویلیته. بریم سراغ احوال پرسی کردن. بعد از سلام کردن حتما حال طرف مقابل رو میپرسیم. خب میبینید که انواع مختلفی داریم، وحشت نکنید، خیلی آسونه. من از ساده ترین شروع میکنم. خب گفتیم سه سدی، سه تلفظ میشه، پس اینو میخونیم سا. ساده ترین نوع احوال پرسی چیه؟ سوا؟ سوا؟ و جوابش هم میتونید بگید سوا. خیلی راحت. سوا؟ سوا. خوبی؟ خوبم.
به همین راحتی. ولی خب مدل‌های دیگه داریم که رسمی تر هست، غیر رسمی هست و غیره. comment ENT en وایل نزل، ت آخرم نمیخونیم. comment allez-vous، زد رو نمیخونیم، اس رو نمیخونیم. و اینجا این رو فعلا یادتون باشه، این علامتی که گذاشتم برای لیزون هست. ما در فرانسه یه سری کلمه ها رو برای اینکه روونتر بخونیم، دنبال هم بخونیم، میچسبونیم. پس اینو میخونیم comment allez-vous. comment allez-vous. خب این خیلی رسمی هست. حال شما چطوره؟ حال شما داریم میگیم، وو یعنی شما. comment allez-vous. طرف مقابل میتونه بگه je vais bien. je vais bien. AIS رو ا میخونیم. je vais bien. خب ما ضمایر فاعلی رو در درس بعد میخونیم. این در سلام و احوال پرسی رو یه ذره حفظ کنید تا به درس بعد برسیم و قشنگ با معنی دقیق کلمه ها آشنا بشید. je vais bien یعنی من خوبم. bien یعنی خوب. je یعنی من. comment allez-vous. je vais bien. خب این وو رسمی هست. در فرانسه ما وو داریم به معنی شما که این شما میتونه شما جمع باشه یا یک نفر باشه که ما برای مؤدبانه تر خطاب دادن شما صداش میکنیم. و تو داریم. تو یعنی تو. پس در فرانسه ما تو و وو داریم، تو شما. خب همین رو اگر بخوایم به دوستمون بگیم، در واقع غیر رسمی بگیم، تو خطاب میکنیم دیگه، میگیم comment vas-tu. comment vas-tu. خب پس comment allez-vous. ببخشید comment allez-vous رسمی، comment vas-tu غیر رسمی. جواب جفتش میتونه باشه je vais bien یا اصلا باشه bien merci. بعدی comment ça va. خب ça va یادتون هست؟ میتونیم هم comment اولش بزنیم. comment یعنی چطور. comment ça va. comment ça va. میتونید فقط بگید ça va. میتونید بیان هم آخرش بذارین که یه کمی بگید حالتون خیلی خوبه. ça va bien. merci. مرسی و ما در زبان فارسی زیاد استفاده میکنیم. مرسی از فرانسه اومده. merci. ça va bien. merci. ça va bien. merci. یا ça va merci. و برای اینکه مکالمه رو ادامه بدین میتونید بپرسید تو چطوری؟ شما چطورین؟ et toi. et toi. و تو چطوری؟ یا et vous. شما چطورین؟ بستگی داره که مخاطبتون کی باشه. پس comment ça va. ça va merci. et vous. ou ça va merci. et toi. خب ça va هم که اول گفتیم. ça va merci. et toi. میتونیم باز در حالت رسمی بپرسیم vous allez bien. vous allez bien. خب باز vous allez bien مثل comment allez-vous هست. چطوری؟ اینجا میگه خوب هستید. اونجا میگه شما چطورید. اینجا میگه خوب هستید. vous allez bien. خب ببینید بچه ها اینجا هم ما لیزون میکنیم. یعنی نمیگیم vous allez bien جدا جدا نمیگیم مثل ربات بشه. و وقتی که این اسم میخواد بچسبه به حرف بعدی، به کلمه بعدی، در واقع میبینید که قبلش یه وایل داریم، بعدش هم یه وایل داریم. دو طرفش میشه چی؟ حرف صدادار. پس ز میخونیم وقتی میخوایم بچسبونیمش. vous allez bien. vous allez bien. oui je vais bien. et toi. ou je vais bien. et vous. خب این بستگی داره که بتونیم اتوا یا اوو خطاب کنیم. طرف مقابل شما رو داره شما خطاب میکنه. پس اگر هر دو طرف نسبت به هم رسمی هستید شما باید بگید اوو و شما چطور. ولی اگه طرف مقابلتون مثلا یه بچه است که به شما داره میگه وو، شما میتونید ازش بپرسید اتوا تو چطوری. و اولین کلمه وی به معنی بله. vous allez bien. oui je vais bien. خوبم. et toi. et vous. تو چطور؟ شما چطور؟ et به معنی و هست. و تو چی؟ و شما چی؟ خب حالت غیر رسمی یا دوستانه دیگه تو داریم خطاب میکنیم. میتونیم باز بپرسیم tu vas bien. tu vas bien. و میتونید بگید oui très bien. et toi. oui très bien. et toi. خب بله خیلی خوب. très یعنی خیلی. oui très bien. et toi. خیلی خوبم. تو چی؟ یا میتونید بگید bof.
بوف خیلی غیر رسمیه دیگه، ما فقط به دوستامون میگیم. یعنی کمسی کمسا، کمسی کمسا، سو ای بدک نیستم، بوف یا کمسی کمسا. پس این دوتا جواب آخر دیگه خیلی غیر رسمی است، فقط و فقط به دوستاتون میتونید بگید. اوکی، این هم از سلام و احوال پرسی. من چند تا مکالمه کوتاه با استفاده از همین چیزایی که خوندیم پای تخته مینویسم و با هم میخونیمشون. دیالوگ A. Bonjour Monsieur Martin. در همین ابتدای کار بهتون بگم که اسمها فامیلی ها رو هم ما باید با پرونونسیاسیون فرانسوی یعنی تلفظ فرانسوی بگیم دیگه. پس این مارتین نیست، میخونیم مارتین، ای ان رو ام میخونیم. قوانینی که تو 2 درس اول گفتم رو حتما ببینید بچه‌ها و همه جا اون قوانین رو به کار ببرید. Bonjour Monsieur Martin. Bonjour Mademoiselle. خب میبینید دارن همدیگر رو مسیو مدموازل خطاب میکنن. این شخص میتونه همسایه‌تون باشه که خیلی باهاش صمیمی نیست، رسمی صحبت میکنین، میتونه استاد دانشگاهتون باشه، میتونه معلمتون باشه، رئیستون باشه و غیره. Bonjour Monsieur le Grand. Le Grand ده آخر نمیخونیم. Bonjour Monsieur le Grand. Bonjour Madame Perrier. خب این هم ممکنه یه فروشنده باشه، توی مغازه هم دیگر رو دارین میبینین، یا باز هم 2 تا همسایه باشن که دارن به هم سلام میکنن. مسیو و مدام دارن همدیگر رو خطاب میکنن و فامیلیشون. Bonjour Jean, ça va? Ça va bien, et toi? خب ژان نمیگیم، ژان. Bonjour Jean, ça va? Ça va bien, et toi? خب اسمشو داره میگه اینجا و میگه ça va، پس غیر رسمیه و اینجا هم میپرسه et toi، تو خطابش میکنه و اینکه غیر رسمی هن دیگه. Salut Céline, tu vas bien? Très bien, et toi? Salut Céline, tu vas bien? Très bien, et toi? خب سالو دیگه معلومه که غیر رسمیه، اسم کوچیکش هم داره میگه سلین و از تو استفاده میکنه. 3 تا چیز به ما نشون میده که مکالمه کاملا غیر رسمی و دوستانه است. 2 تا دوست سر کلاس همدیگر دارن میبینن، 2 تا دوست سر کار همدیگر دارن میبینن یا تو خیابون همدیگر میبینن. خب سلین، سالو، سلام سلین، خوبی؟ Très bien، خیلی خوب. Et toi؟ تو چی؟ تو چطور؟ Bonjour madame. Bonjour Jacques. Comment allez-vous? Bien. Et vous؟ خب این مکالمه میتونه سر کلاس درستون باشه، استادتون خانومه پس بهش میگید Bonjour madame و استادتون میتونه شما رو با اسم کوچیک خطاب کنه ولی باز هم میخواد اون فاصله رو حفظ کنه و به شما تو نمیگه، شما میگه بونژور ژاک. دقت کنید توی ژاک ما او اس رو نمیخونیم. بونژور ژاک، کامنت allez-vous و ژاک میگه بیان et vous. قطعا استادش رو وو خطاب میکنه. خب با من همراه باشید، قسمت آخر درس رو هم ببینید. prendre congé به معنی زمان خداحافظی است. وقتی که میخوایم کسی رو ترک کنیم، بریم، از چی استفاده میکنیم؟ خب اصطلاحات و عبارت‌های مختلفی برای خداحافظی هم داریم مثل زبان انگلیسی. اولیش au revoir، au revoir، au revoir به معنی به امید دیدار. voir یعنی دیدن، revoir یعنی دوباره دیدن. au revoir. خب میتونید مدام، مسیو، مدمازل آخرش بذارید au revoir madame، au revoir monsieur که میتونه رسمی باشه یا غیر رسمی، فرمل او ام فرمل. سالو گفتم اول در سالو برای خداحافظی هم به کار میره. دقت کنید روی حرف او، حتما او تلفظ کنید. و چاو، چاو که از ایتالیایی اومده به فرانسه ولی استفاده میکنم برای خداحافظی. بون ژورنه. خب بچه دقت کنید ما برای سلام این کلمه رو داشتیم bon matin، bon après-midi، bonsoir. خب این تو دماغی هست bon. اما اینجا 2 تا n داریم و بعداً در درس های بعد میفهمید چرا، ولی در این حالت که 2 زن داریم نه رو کامل تلفظ میکنیم. bon journée، bon journée یعنی روز بخیر، journée، bon journée روز بخیر. Bonne soirée، bonne soirée یعنی
عصر بخیر یا شب بخیر. bonne soirée. و bonne nuit. bonne nuit. bonne nuit یعنی شب بخیر. مثلا همون good night هست. هم برای خداحافظی هم وقتی میخوایم بخوابیم میتونیم بگیم bonne nuit. خب میتونیم کلمه اکسان گراو، ای که روش اکسان داره، با یکی از این اصطلاحات بگیم ادوما. ادوما دوما یعنی فردا، یعنی تا فردا. لندی. لندی. لندی یعنی دوشنبه. تا دوشنبه آخر هفته است، از سر کارتون دارید میخونیم میگید لندی. خب روزای هفته هم خواهیم خوند. میتونید هر کدوم از روزای هفته رو اینجا بذارید. la semaine prochaine. semaine prochaine اینا تلفظ میشه چون آخرشون یه او داره. semaine prochaine. semaine یعنی هفته، prochaine یعنی آینده. la semaine prochaine. خب وقتی که من این لاو به این میچسبونم دیگه semaine نمیگیم، این او رو نمیشنویم، میگیم la semaine prochaine. la semaine prochaine تا هفته بعد. à bientôt. à bientôt. à bientôt. à bientôt یعنی see you soon. میدونیم که فردا پس فردا به زودی میبینیمش. à bientôt. à tout à l'heure. à tout à l'heure. à tout à l'heure وقتی که توی ساعتهای همون روز اون طرف مقابلتون رو میبینید. حالا دوست، همکاره، با یکی کلاس دارید توی مدرسه، توی دانشگاه، 1 ساعت دیگه 2 ساعت دیگه میبینیدش. زمانی که ظرف چند ساعت قرار طرف رو ببینید میگید à tout à l'heure. و à plus tard. à plus tard تا بعد. see you later یا just see you. plus tard. tard به معنی دیرتر، بعدن. اینا یه کمی اینفورمال هست. à plus tard یا à bientôt. à tout à l'heure یکم اینفورمال هست. پس برای فرمال au revoir و اینا رو میتونیم استفاده کنیم. بقیه رو بیشتر حالت غیر رسمی انفورمل میتونید استفاده کنید و برای خطاب قرار دادن دوستاتون. امیدوارم که درس امروز مورد استفادهتون واقع شده باشه. حتما تمرین کنین بچه‌ها. در فاصله 1 هفته که بین درس ها داریم خیلی خوب میتونید چندین و چند بار ببینید و حروف، صداها، کلمات و مکالمات کوتاه رو تمرین کنید تا کامل یاد بگیرید و برای درس آینده آماده باشید. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.